سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من اومدم یه توضیح در مورد این بیزنس های آنلاین بدم. همه ما توی کشور خودمون که بودیم با محدودیت های اینترنت، سوشیال مدیا، کسب و کارهای آنلاین همه مواجه بودیم. روی بعضی از بیزنس ها خیلی تاثیرات منفی داشته. یه تاثیر بد دیگه ای که داشته به نظر من این بوده که ما هیچ وقت نتونستیم ببینیم اصلا دنیای آنلاین، بیزنس های آنلاین، بیزنس های فرانچایز آنلاین اینا چی هست، چه جوری کار میکنه، چه درآمدهایی ازش میشه در آورد. ولی الان برای ماهایی که از ایران خارج شدیم و این موقعیت وجود داره که میتونیم در مورد این بیزنس ها بدونیم، میتونیم اطلاعات به دست بیاریم، میتونیم ببینیم چیه، چه جوریه، چه درآمدهایی میشه ازش داشت، چه جوری میشه باهاش کار کرد. به نظر من این فرصت رو از خودتون نگیرید. یعنی هیچ چیزی از دست نمیدید ها. اولش کافیه فقط اسم و ایمیل تو بدی، من برات وبینار رایگان رو میفرستم، اونو نگاه کن. ولی مهمتر از اون اینه که وارد ترایل 30 روزه بشی. توی این ترایل 30 روزه هیچی از دست نمیدی. یه $149 پرداخت میکنی، ریفاندبله، تا 30 روز میتونی بگی پولتو برگردونن. ولی میای میبینی 200,000 نفری که دارن از سراسر دنیا توی این بیزنس کار میکنن، میبینی درآمدهایی که دارن در میانن رو میبینی، نحوه درآمدزایی رو میبینی، کمپانی رو میبینی، چجوری میتونی فعالیت داشته باشی رو میبینی، چجوری میتونی درآمدت رو رشد بدی رو یاد میگیری. خیلی چیزا یاد میگیری. ارزش اینو داره که امتحانش کنی. اگه نخواستی $149 برمیگرده، ولی حداقل میدونی به خودت این شانس رو دادی. بعدن پشیمون نمیشی که ای کاش این شانس رو داشتم، این سر راهم قرار گرفت، کاش امتحانش میکردم. بعدن که موفقیت بقیه آدما رو که اطرافت هستن توی این بیزنس ببینی، قصه نمیخوری که ای کاش منم شروع کرده بودم. نصف سال 2024 رفت. اگه از همین الان شروع کنی تا آخر 2024 میتونی برای خودت به یه درآمد خوب برسی. سال به سال میتونی این درآمدت رو خیلی رشد بدی. یعنی رشد توی این درآمدت میتونی داشته باشی که توی جاب 9 to 5 هیچ وقت نمیتونی به این سرعت داشته باشی. بعد 3 سال میتونی به بازنشستگی برسی. بازنشستگی که 5,000 تا حقوق ثابت ماهیانه میگیری، به جز کاری که داری در کنارش انجام میدی. ارزش امتحان کردنش رو داره. همیشه فرصت ها یه بار در خونه آدم رو میذاره. ساده از کنارش رد نشید.